سلام و عرض ادب به خدمت شما بیننده‌های عزیز. خوشحالم که یک روز دیگری الله پاک ما رو توفیق داد که به خدمت شما باشیم. از برنامه قند و قروت بیننده‌های عزیز برسیدیم به گزارش‌های طنزی. امروز بعضا پیرا دخترها واقعا ظلم میکنم. همراه ما باشیم. لالا ببخشید مرا بابا. چیه برو؟ شما یک دقیقه بگو گپ خاصاب نیه برو. بله نامزد دار خب. بگو برو. ببخشید برا من. بعضا دکترها خود عروس میکنم، میگم عید قربانم نزدیک شده، میگم مگرم میته گوسفند بیاری خوب، مثلا برارم ایدی خوب بیاری، رخت خوب بیاری، مسکینا غریبان ندارم. به نظر شما کار خوبی میکنم. برو جعصاب نیه، از نامزدی با ما گپ نزی، ناراحت میشه، از من کلانتر هم هستی. برو جمع که اگه دیر 8000 پیل به قرض بدیم 10000 دارم که برم یک گوسفند بخرم ببرم خونه خسر خو کم دن خسر ما بسته شه. دری بگی جون مردی که 8000 پیل به قرض بده، 10000 بیترین گوسفند میدم، میگم تو 18000 بیار اشتیا اینا صاف گوشنگی لورس میرم. ما 10000 به تو بودم مگرم با چیز به روز قیامت دستو بستونم. چی میگی برو نامزد داری گپ میزنی؟ در به درشی ما روز نامزد دار شدیم. ما زن ما چه کار کنیم؟ ما اشتباه کردیم، غلط کردیم. هر چی کار کنیم میگم به ایدی و رمزونی و ای ببریم. شما خودی میگم شما را علیا بگین باسکا شما برا فقط بگیم پست چطوریه. شما به می خیافه خود نامزد داره مرا کامری. شما فقط میگی فرغونیه و ما هر جا میری بجیت تو گزارشگرا میخونه که چی گپ ببرن شکمو خرسیر کنه. هیچیه گو دست خو گرفتی بیکار موندی. سوم بگویه. اگه بیکار موندی برو یلا کار از این کارا، برو تبنگ که چلی فروشی به خود یال کو. بیا دیگه موقت برغه میگی حالا من کنم زاددار شدم، در بدر شدم، خاک به سر شدم. برو جو درد دل دارم. من میگم به نظر شما کار خوبی میکنم یا نه؟ نه کار اشتباهه. برو کار خوبی نمیکنم. صحیحه دیگه. بیننده‌های عزیز انا میفهمن که برادر چی میگه. درد دل خور بگو. درد دل دارم. برو حالا ما برم رد پول قرض بگردم. برو بخیر برو. برو ورج جلوی مردم میگیریم. سلام علیکم. با خدا سیری به پیش می اعتبار نداری. سیری پیه میگه 8000 بده. همراه ما باشی. بیننده‌های عزیز بازم در کنار یک جوان خوش اخلاق، خوش تیپ، خوش استایل روز مرز امی چیز میگم مال وقت حاله او برادر دیدیم که حساب مثل دنب کشمیش وری خراب بود. انا برادر بدینه که به خود برات پول قرض میگیش، ما گفت پول به قرض بدیم. برادر جان شما اگه اسم مبارک خور بگیم که شما چیم کینیم؟ اسم من هست نورالله بچه قوس الدین دوتری. زنده باشیم. برادر ما امروز در رابطه به می بعضا پدرها میگیم دخترها خود نامزد دار میکنم، نیتی هست که دومادی به عید یا به عید روزه یا به عید قربان، مثال عید قربان هنه به جلوی مادانه داریم. میگم برادر مگرم بیترین گوسفندی بیاری، 30-40 لباس بیاری، میوه بیاری، دگه بیاری. به نظر شما کار خوبیه؟ نه اشتباهه. آفرین. این کار اشتباهه لالا. معمول به بیننده‌های عزیز میگم اصلا این کار اشتباهه. به خاطر از اشتباهه برو. من خود یک ماه دختر خونم زاددار کردم. آفرین. فهمیدی؟ دومات کینه مثل اولاد آدمه. باید آدم وارد دومات خورد داشته باشی. نمیشه که به سر دومات خودت ظلم کنی. من یک ماه دختر خونم زاددار کردم. یک دقیقه چوب کنیم برات. بیننده‌های عزیز انال اصل کار پیدا کردیم. میبینیم شاید بزی آدم به دومات خود گفته باشه بازاری په گوسفند بیار. خب نه خب بده. برو. صاحب کتب خودم من دختر خو یک ماه نامزددار کردم. خب به دومات خو گفتم فقط برو جو اگر میری به خیر خوشی که ایدی میستونی به زن خو از 20000 کمتر و بیشتر نباشه. گفتم اگر به خونه می خبر شدم که تو گوسالی یا گوی آوردی سخت از تو دق میشم دیگه تو رو به چهار طرف خورا نمیدم. به خاطر ازی گفتم برو یک گوسفندی بس لااقل 19000 20000 قیمتی باشه. یعنی شما با عمر خود طالب بدین که کسی به نامزاد خود گوسفند قربانی بیاره به عوض گوی بیاره؟ برار جو من ظلم نمیکنم بالیو. همون پولی که مثلا میره گوی میخره بالا پیشکش خو بگذاره 20000 گوسفندی بخره بیاره در خونه میله کنه من از خوشم هست. 20000 هم رخ 20000 هم رخ بخره دیگه از خوش میشم.
لااقل یک میوه دونی چیزی هم شاید 10,000 هم اینا باشه، همه برو هم شاید 50,000 بیشتر نشه دیگه. 50,000 هم پول یک آدم به دومات خو بگه مثلا نمی ایدی بیار. راست میگم برار، واقعا بینندای عزیز این آدم به دومات خو خیلی لیاز مراد داره. هوا دومات خوردار شاید غریبی هم باشه. آفرین که تعریف میکنی که دومات من ببینه. آفرین دومات شما شاید غریبی هم باشه. چی البته تو فکر میکنی بزاد یا زرگاریه؟ نه بیچاره غریب کاری هم هسته. بازم بارک الله از این مسلمان ازی که 50,000 ای برابر پرتو میگه کمتر چیز گفت. ها دیگه مصرف میگم بیشتر نشه به خاطر که باز پیشکشی هم به جلو داره. برار خوب بگردم. درست. دیگه چی میپرسی لالا؟ هیچ برو. هیچ برو. من ظلم. بیدا. دای عزیز یک نفر دیگه هم هست همراه ما باشین. این دای عزیز یک نفر برادر در کنار او شیشتی هم با کمانده شدم. سلام علیکم انده نباشین. زنده باشین. برار جو کینیم. کینم تو کینی؟ ما کامرر نمیبینیم برار. کامرر میبینم. می کامر نمیبینیم برار. می که شما؟ بله. خب چی می؟ ما برار گزارش داریم، داستان داریم برار. خب چیکار کنم من؟ خور بگیم کینیم معرفی کنیم. برم از اون بیغم. خب برار جان، ما امروز داستان به سر از اینه که بعضا برادرها دخترها خور عروس میکنن، خوارا خور عروس میکنن، به دومات خو میگم مگرم اید قربون آماده همیتا فوقلاده پول داری نداری خیرات میاری گدایی میکنی دوزی میکنی به دختر ما به خوار ما ایدی خوب بیار، گوسپند بیار که به درد ما بخوره. چون همسایا میام میبینم دختر خالشو هم میبینه میگه چرا زن فلانی به فلانی چیزی نوردم، چرا ایت نشده، هزار گپ تیار میکنن که ایت اوتنه. به نظر شما کار خوبیه ظلم میکنم؟ یعنی ای دومات نافهم ما بیام دیگه گپار بابا شما گفته؟ نه برو سعی کنیم. شما دومات دارین؟ بله ها. و شما که سن شما به دختر نمیخوره که داشته باشین؟ خوار عروس کنم. خب دومات چی گفتین شما به دومات خو؟ لالا خو ایت دل ما درد داره طرف از ای دومات، ایت دل ما درد داره که اندازه نداره. بفهمیدی؟ آن اید قربون ما بیایه. هم خود تو کلا نداری، نه که کلا خور به پیش خود میخدیشتی. سعی کنم به تو چی میگم. هم یک گوسپند ما به دومات خود گفتم بیاره او کو ایدی میاری، گوسپند ایدی میاری. هم نصف لش گوسپند دیگه هم بیاره که تو شوا میایی عبداغر همون نصف لش گوسپند که بیاری همونار به تو ببار میکنه که تو گناه کنی. همین کار ما کار گپ گنده گفتم. همیر بابا به حلقه کده به گوش خو کده بیامد امیر به تو با گفته. یعنی تو که شما میگیم یک نصف گوسپند او یکیر که برار جو ایدی میاره، او کو ازمنی، او کو دختره، او کو به نمزاد خو میاره. او هم یک دیگر هم شوایی که میایه نمایی که بزو ببار کنه. ها دیگه نباید شما کسی خود چیزی بخره. نه ما چرا کسی خو بخرم؟ ها دیگه که پاسته برنج خرج خود تا هر شی میاد یک پیاله میخوره دیگه برم بیاره. اون کو ایدی که میاره برنج و اینونه رامر میاره خود خود. ما عامر روز اول که خوار خون نمزاد دار کردم سر گوش اینا رو وا کردم که ما از خود چیزی به شما مصرف نمیکنم. حداقل اگه ایدی زمستونی تموسی ما هم دوست دشمن داریم، خوار ما سرمون داره، مراد داره، مگر حداقل اگه تموسی زمستونی تا به یک ما خرج خوراک بیاریم، بسته فامیل ما خرج خوراک بیاریم. شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من، نونم مفت گردیدی تا بکر کنک جا کو. بینندای عزیز خدا نگهدار شما تا هفته بعد.